یه ماشین داخل خیابون به پیرمردی زد. پیرمرد رو بردن بیمارستان، اما بیقرار بود و اصرار داشت که زودتر بره. پرستار گفت پدر جان شما حالتون خوب نیست و نمیتونید برید. پیرمرد گفت همسرم منتظر تا با هم صبحونه بخوریم. پرستار گفت شما باید معاینه بشید. پیرمرد با صدای آرام گفت ما هر روز با هم صبحونه میخوریم. پرستار پرسید اگه کمی دیر برید مشکلی پیش میاد؟ پیرمرد آهی کشید و گفت همسرم داخل آسایشگاه است و آلزایمر داره. 3 سال منو نمیشناسه. پرستار با تعجب گفت خب با وجود اینکه 3 سال شما را نمیشناسه، اما شما هر روز میرید تا با او صبحانه بخورید؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت درسته او نمیدونه من کی هستم، اما من که میدونم اون کیست. این یعنی عشق واقعی، موندن حتی وقتی دلیل موندن فراموش شده باشه.